کوکوی لوبیا سبز از خوشمزه ترین پیش غذاهایی هست که ما اکثرا تو مهمونیامون ازش درست میکنیم. چون دستورشو زیاد خواسته بودید گفتم پستش کنم تا درست کنید و حالشو ببرید. برای درست کردنش اول از همه سیب زمینی و پیاز خرد شده رو جدا جدا سرخشون میکنیم و میذاریمشون کنار. توی ظرف دیگه لوبیاهای خرد شدهمون رو همراه با کمی آب و نمک میذاریم تا یه مقدار بخار پز بشن. فقط باید دقت کنید که نباید زیاد پخته بشن. تو مرحله بعدی گوشتمون رو همراه با زردچوبه و نمک و کمی زعفرون خوب تفتش میدیم و میذاریمش کنار. حالا توی ظرف دیگه موادی که آماده کردیم با کمی گردو همراه با ادویه‌ای که تو کپشن نوشتم ترکیب میکنیم و بعدش تخم مرغا رو میزنیم تا از لختگی در بیاد و به موادمون اضافه میکنیم و خوب با هم دیگه ترکیب میکنیم. حتما بعد از اینکه موادتون رو ترکیب کردید 1 کوچولو هم بهش زعفرون اضافه کنید و در نهایت روغنمون رو میذاریم داغ بشه و موادمون رو داخلش به طور یک نواخت پخش میکنیم و با دستمون خوب صافش میکنیم. دمکنی رو میذاریم و یه طرفش که کامل پخت برمیگردونیم تا طرف دیگه‌ش هم بپزه. یه نکته مهم این که بعد از اینکه کوکوتون رو برگردوندین دیگه نیاز نیست در بذارید. مثل همیشه تمام نکات و اندازه دقیق موادم تو کپشن براتون نوشتم. حتما یه بار این مدلی درستش کنید چون خیلی خوشمزه میشه. نوش جونتون.